درود دوستان، باز دو قهرمان دیگر از تاجیکستان، یکی در رشته MMA و دیگری در رشته بوکس. شروع میکنیم از حسنیدین تورایف. حسنیدین تورایف در رشته MMA در گرجستان، در گروزیا، دیروز در لیگ اینتگرو FC IFC با ورزشگری گرجستانی ساتن سلطاناشویلی رقابت کرد و با قرار یکدلانه داوران دست بالا شد و صاحب کمربندی لیگ IFC شد. دوستان، حسنیدین تورایف رو تبریک میکنیم، چون که وقتی که تو باید برای قهرمان شدن میروی همون وطنی که تو بر ضد ورزشگر باید مسابقه کنی و در اونجا همون ورزشگر رو شکست میدی، دست بالا میشوی و صاحب کمربند میشی. این خیلی کمتر مشکلی هم داره، چون که ما همگان میدونیم که در وقتی که تو در مثال همون وطنی که میرای ورزشگر باید کمربند خود رو حفظ کند یا که برای کمربند جنگ کند، داوران زیادتر با او نگاه میکنند و میخواهند که او رو کمک کنند و حسنیدین تورایف با این نگاه نکرده با قرار یکدلانه داوران دست بالا شده، صاحب کمربند شد. دوستان، حسنیدین تورایف رو تبریک میکنیم و امیدواریم که او همیشه قهرمان میموند و در آینده ما او رو در لیگ های با نفوذ جهان هم قهرمان خواهیم دید. دوستان، حسنیدین تورایف رو تبریک کنید و با او موفقیت آرزو نمایید در کامنتاری ها. و قهرمان دوم باشد شهباز حییتوف، یک بوکسور خوبی تاجیکستان. شهباز حییتوف در مسابقه سعودی گیمز در سعودی عربیه، در عربستان سعودی، آید به بوکس در شهر ریاض در وزن 86 کیلو سزاوار نشان طلایی شد. او در این مسابقه از بر ضد رقیبان آلمانی از مراکش و در فینال بوکسور ایاردنی را ناکام ساخته صاحب جای اول شد و سزاوار مدال طلا و کمربند. دوستان، شهباز حییتوف رو تبریک کنید و دعا کنید که همیشه ورزشگران تاجیک نگاه نکرده از کدام رشته ورزش، بوکس، کاراته، MMA، جودو، نمیدونم گشتین، همیشه دست بالا شوند و قهرمان شوند. دوستان، ما افتخار میکنیم که ورزش تاجیک خیلی خوب شده است و ما هر روز میبینیم که ورزشگران تاجیک خیلی موفق هم میشوند و امیدواریم که در آینده تاجیکستان رو به خاطر ورزشگران تاجیک شناسند و مردم کوشش کنند که به تاجیکستان روند و بینند که در این وطن اینقدر ورزشگران پرقوت و شیردل هستند. دوستان، در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید، شهباز حییتوف و حسنیدین تورایف رو تبریک کنید و امیدواریم که همیشه ورزشگران تاجیک دست بالا خواهند شد. خدا یارو یاورتان باد. تا دیدار.